اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الها صاحب اختیاری من تویی، معبودی غیر از تو نیست که لایق عبادت باشد. مرا تو خلق کردی و من بنده ناچیزی تو هستم و تا آنجا که توان داشته باشم بر عهد و پیمان خود وفادار خواهم بود. از شر اعمالم به تو پناه میبرم. به نعمتی که بر من عطا نمودی آگاهم و به گناهانم اعتراف میکنم. مرا ببخشا چرا که جز تو کسی گناهان را نمیبخشد. پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس هنگام صبح این دعا را با یقین بگوید و در آن روز بمیرد یا شب بگوید در همان شب بمیرد و بهشت داخل می شود. الله تعالی خواندن این دعا را به هر یکی ما و شما نصیب بگرداند و کوشش بکنیم هر صبح و شام این دعا را با یقین بخوانیم و امیدوار باشیم که الله تعالی ما بندگانش را به خاطر این دعا داخل جنت الفردوس میکند. هر صبح و شام شانس خود را از داخل شدن به بهشت از دست ندهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.